ज़माने के एक इंसान में मोरा शरीयत मामेगा, शरीयत के 4 चीज़ बई मुताल्लक मेशा। अवल कफन व दफन, از مال خود یزی کفن و دفن یزی شوا. کفن و دفن یزی مصارف یزی که یزی کشیده شد در قدم دوم دیون یزی ادا شوا. قرضداری یزی مرده ادا شوا. از کسی که قرضدار است دیناش داده شوا. سوم در مرتبه سوم کدام وصیتی کی کرده باشه. به طور مثال وصیت کرده که بعد از مردن ما 1 लाख रुपये به فلانی بتین، بعد از مردن ما یک پیسه در مسجد بتین، بعد از مردن ما فلانی چیز به فلانی بتین. یعنی در قدم سوم وصیت مرده این قابل اجراست. خودم باید داشته باشم که از سوم حصه مال 30,000 روپیه باشه. وصیتش اگر از 30,000 روپیه بود، این 30,000 در 30,000 وصیتش اجرا نمیشه، در 10,000 روپیه اجرا میشه. در سوم حصه مال وصیتش قابل اجراست و هم که مطابق شریعت باشه. وصیتش مطابق شریعت باشه. یگان تا وصیت میکنن فلانی بچه مرا هیچ چیز نتین، نه خدا داده برش تو میتی نمیتی، خدا در میراث حق بچی تو را کرده، تو که 1000 مرتبه بگویی که فلان بچه را من محروم کردیم او را چیز نتینی گپی تو قابل قبول. یعنی وصیت مرده مطابق شریعت باشه، خلاف شریعت نباشه. و در مرتبه 4م چیزی که من باز ورثه در بین خود ترکه میکنن و تقسیم میکنن. یعنی بعد از کفن و دفن اولین چیزی که باید ورثه متوجه شون دیون و قرضداری هاست. تا این حد مهم است این موضوع که پیامبر ما شما صلی الله علیه و سلم زمانی که یک نفر فوت میکرد تا زمان جنازهش نمیخوان تا که خوب مطمئن نمیشد که قرضدار نباشه، دیندار نباشه، قرضدار نباشه، قرض خود ادا کرده یا نکرده. خوب که مطمئن میشدن که قرضدار نیست، دیندار نیست، بس سرش نماز جنازه را میخوان. اینقدر مهم است. دین ادای دین یه جمله فرائض است. ورثه تا اون زمان مال این مرده را تقسیم کرده نمیتانند تا که دین و قرض زور ادا نکرده باشند. پروردگار جل و علا تمام مشکلات ما را حل بگرداند. آمین بگوین.